امروز قراره ببینیم من و شما کماندوها رو چقدر میشناسیم. آماده ای؟ بفرمایید. بریم. خب بچه‌ها خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از کماندو شناسی، برنامه‌ای که ما می‌بینیم ما بچه‌ها رو بهتر میتونیم بفهمیم و حدس بزنیم یا بچه‌ها ما رو نه اونا آخه نمیتونن. یه طرف هست خیلی. خب میاد قوانین بازی رو بهمون بگی. ما یه پرسشنامه طراحی کردیم بله. که بیش از 50,000 کماندو جواب سوالا رو دادن. درصد رأی 4 تا جواب برترم حساب کردیم. من همون سوالا رو از شما میپرسم، باید سعی کنین حدس بزنین که به چیا بچه‌ها رأی دادن. بازی دارم میرم تو ذهنشون دیگه. قبلا بازی کردیم. میدونم. الان یادم نمیاد که من تو این بازی بهتر آوردم یا ایمان بهتر. همیشه من بیشتر لولیدم لا بچه‌ها. همون. اصلا این حرکتو ببین. آره. یاد میاد؟ آره. میلولیدم. بسه. وقتی سوالو میپرسم هر کی اول بازار رو بزنه جواب میده. خب. و اگه درست بگه به تعداد درصدی که جوابتون رأی آورده باشه یادم امتیاز خود. آره مهم اینه که کی دلش بیشتر وصله بچه. بعدش هم نوبتی جواب میدین. قبوله. بریم. بفرمایید. بریم. اگه آدم فضایی‌ها بیان زمین، اولین چیزی که بهشون نشون میدی چیه؟ بگو تو اول بگو بچه‌ها چی میخوان؟ آره بچه‌ها چی میخوان؟ تو راست میگی، میتونی چیزی که خودت می‌خواستی نشون بدی ببینی که بچه‌ها. من به نظرم کومان رو باید بهشون نشون بدیم. چرا که نه؟ اومدن از اون ور دنیا. بگید درسته. درسته. جواب اول با بیشترین رأی 37 همتون پاچه خورین. قوی شروع بچه‌ها کردم. اولین کی کومار نشونه اولین چیز؟ چی بهش نشون میدی؟ آها، باید نه، باش کومان دوست نشون بشی میدم. دیگه. نمیتونی باش دوست نباشی که. ولی نه. برای خوشم اومد. شروع دوستی کومان رو خوشم نشون اومد. چیز میدی. باحالی گفتیم شما بچه‌ها. خوشم بفرمایید. اومد. حال کردم ولی من بودم اولین چیزی کومار نشون نمیدادم. چی نشون چی نشون میدی؟ میدادی؟ بگو. میبردمش لب یک دریا، یک ویو قشنگی بهش نشون میدادم. اشتباس. نه داداش. بعدی سنگکی. جانم؟ سنگکی. سنگک. اشتباس. معلومه که سنگک. بابا بعدش باید بریم سنگکی دیگه. کلا غذا بهش میتونستم نشون بدم. جواب دوم غذا با 19%. همون سنگکی همون نه غذاه. سنگکی تو خیلی دقیق گفتی سنگکی. بیشتر یعنی می‌خواستی بین اون همه که محیط رو دنیا نشون دارن اون بدی سنگک تا که آدم فضایی خود نشون سنگک بدن. رو. آره. اگه میگفتی سنگک میتونستم ازت آها قبول کنم. آخه آره دیگه. کومانه که نشون دادیم. بعد میریم غذا. بعد چی؟ خدا بعد بریم خونه دیگه. بعد غذا کجا بریم؟ چیکار می‌خوای؟ یه چای میدونی که ایمان یه چایی دور هم نباشی. این خطی که داری میری یا خیلی حال میکنه با هم میمونه یا جنگ جهانی بین فضایی ها و چیزا میشه، انسان ها میشه. یعنی دو حالت داره. الان بهت میگم بعد از اونجا بسته داره چه شکلی باشه. آره خیلی بستگی داره. من به نظرم یه چایی بزنیم با هم. خونه میبرن خونه. اشتباس. هیچ کدوم فضایی نمیبره خونه. خب تو کجا میبری؟ شاید خطرناک باشه. همون تو از کجا میدونی یاری چیه؟ دیگه بعد از غذا رو ما خوردیم با هم. اینجا رو شاید بعد دیدیم. غذا دیگه نمک انرژی خورده، بگیری نمک یهو. نشناس نیست فلان. آره دیگه بابا اصلا نمک خورده نمکتون نمیشکونه. بهش ماشین فراری نشونم. ببین ناکن ماشینای شهرمون ناکن چه خفنه. نه اشتباس. خدا رو شکر. اصلا نمیتونم. خیلی سوال اولین سوالات خیلی سنگین در آدم اومده. فضایی اومده. بذار من خودم بذارم جای بچه‌ها. آدم فضایی اومده، کومان رو دیدیم. بریم دکتر یه تست چیزی بگیرم. بعید میدونم. نه. میدونم. بچه‌ها کومان رو نشون دادن، کانال میارم نشون میدن. متاسفانه نه. شهر بازی میتونیم با هم بریم؟ فکر کنم آقا هالووین میتونیم هم هست، کسی هم بریم، شک ولی نمیکنه. نیست جوابا، ولی میتونیم بریم. میتونیم بریم ولی تو جوابا نیست. نه اینقدر عجیب سوالش اصلا نمیتونم فکر کنم بچه آدم چی گفتن. فضایی بیاد. اصلا اگه اولی که کومان رو کمک گفت می‌خواین یا نه؟ گیجم کرد. نه من کمک نمیخوام، من میتونم بگم. وایسا. به آدم فضایی خودم نشون میدادم، میگفتم تو هم همه جات سر جاش هست مثل من یا نه، آناتومی اون یکی هست یا نه. سوال نمیتونستی ازش بپرسی؟ فقط جوابت می‌تونستی اینه نشون که بدی. خودتو نشون میدادی؟ منم میتونم بیام. میبرمش خیلی پیش بده. خفن ترین دانشمندای دنیا. ببین نه، اولین چیزی که بهش نشون میدی چیه؟ یه اولین چیزی چیزی که بهش رو نشون میدم. من راست بگو. میگی. بیشتر دارین پلن‌های زندگیتون آره با من دارم آدم بیشتر فضایی برنامه میشم. می‌چینی. چیزی که بهش نشون مایل میدم. نیست. استودیوی کومان رو بهش نشون میدم. نه عزیز. نه نه دیگه. چیزی چیزی که بهش نشون میدم.
غذا رو که گفت فرهنگ زیبامونو تعارف بهش یاد میدن. دیوایس، چیز، یه آه، آیتم. وسیله. آیفون بهش نشون میدن. سومین جواب گوشیه با 11% رای. داشتیم یارو از فضا اومده، تو بعد گوشی اونو ببینی نه من یه جورایی که یوتیوب تو نشون یه جوری گوشتو میبینی دیگه. آره، اونو یه خدا. تیرو نشون، ولی خب آها میخوایم نشون بدیم که چقدر عقبیم ازشون. یکی دیگه مونده. آره آره نزدیک به یکی دیگه از جواب هاست. نوشیدنیه؟ بله. چایی؟ نه. ای بابا دوغ. آفرین. باریکل. جواب آخر با 6% رای بابا دوغ. دوغ آبلی. فضاییه اومده. دوغ آبلی. بیا کار کومانو ببین، این دوغم بگیر. یارو اصلا کرکوپرش میریزه. برمیگرده میره میره خونه. وای بعدم بیا بریم خونمون. بابا نیومد با من. به نظر من اگر آدم فضای عزیز اومدین اول تشریف بیارین خونه، ما از شما پذیرایی کنیم. این سری ببین کیه داره میلوله. داشت اولین سواله. جوابای پرتکرار دیگه که جزء 4 تا جواب برتر نبود: قرمه سبزی، موز، بچه‌ها خیلی غذاها رو دوست آره دارن، می‌خواستم فقط بهش غذا نشون بدم. و بیلاخ. خب بچه‌ها سر دوستی و با این آدم فضایی بچه‌ها اصلا یه دشمنی با هم غذایی دارن. بیا دوغ بزنیم ببینیم چیکار می‌کنه. قیافش تو خوب بهشیدم میگم بخور خیلی خوش بزنست موقعی که بالا رو برو گم شو خونتون. برگرد همونجا که اومدی. به دست سگ. وقتی یکی رو میبینی اولین چیزی که از قیافش جذبت میکنه چیه؟ من زودتر زدم یا تو زودتر زدی؟ فکر کنم تو زودتر زدی. بگو اشکال نداره. چشماش. جواب اول با 73% رای. 72. یعنی تو ببین همه رو درست جواب بدی هیچی نمیشه. میدونم شاعر میگه من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی. دقیقاً. چش دریچه به دله. بله. زاویه فک. هیچکی نگفت زاویه فک. میوینگ. جواباییه که جزء بابا 4 زاویه تا فک جواب خیلی برتر مهمه. واقعا زاویه نیست، فک ولی طرف بچه‌ها نگاه کنی؟ گفتن. ببینی صورتش چه جوریه دیگه. نمیدونستم اینقدر زاویه فک جذب میکنه. جذبم نمیکنه ولی چیزیه که نگاه میکنم. لبخند. دندوناش، لبخندش. لبخند با 6% رای جواب سوم. لبخند. مثلا من دیدم، به من نگاه کن یه لحظه. دماغ. نه. آره کی دماغ. نمیخواد دیگه چیز دیگه ای نداری. دماغ چشا رو نگاه. گفتیم، دندونا رو هم گفتیم، دیگه دماغ میمونه دیگه، چیز دیگه ای نداره طرف. مو. با 11% رای مو جواب دوم. من اصلا با بچه‌ها وصلم. پوست خانم، پوست. نه. بچه‌ها واقعا یعنی این دفعه واقعا از دست ایمان دیگه طرفو میبینه اول زاویه فک رو نگاه میکنه. من میخوام اول چششو ببینم. ولی چششو گرفتی. بعدم پوست. عکس میگن فاکس رو دارین من ببینم چیش من. هیکل. هیکل حساب میشه هیکل. با 4% رای لب جواب 4. خب من همین که ببین آفرین. یک مو از خرس کندن غنیمته. درست گفتی. آفرین. جوابای پرتکرار دیگه هم دندون، زاویه فک و استایل بودن که فکر کنم استایل حساب میشه. استایل حساب نمیشه. یه چیزی که وقتی بهش فکر میکنی قند تو دلت آب میشه. تو اول. کوروش. آخه نه. بابا چرا درست انجام نمیدین کارتونو؟ بابا بگید دیگه. پیشی. آخه جزء جوابای پرتکراره ولی جزء 4 تا جواب برتر نیست. هنوز میتونم. من قند تو دلم خیلی چیز آخه آب میکنه قندو. تو غذا میبینی اینجوری غذا که 100%. غذا جواب اول با 34% رای غذا. خانم بهت کمک قبلی کردم. 70 خورده ای من بهت بود. کمک کردم. آخه نمیخواستم انقدر میدونی سوبر نمیخواستم باشه جوابم. واسه هم مثلا گفتم یعنی کوروش. تقریبا گفتی همه بچه‌ها سوبرن. آره دیگه من که تو روشون نگاه کردم گفتم بهش. کومان. جواب سوم با 11% رای کومان. تو همشون کومانو میگم شاید جواب داد. خانم فاکس. بچه‌ها خب با خانم فاکس گوهر خیراندیش. نه. من میا رو میبینم اینجوری میشه. نه. پارتنر. آفرین. جواب دوم با 22% رای پارتنر و کراشه. یعنی میگن فاکس هم اگه میگفتی خب کراش منطقیه دیگه. یه ذره البته فکر خب پس می‌کردم. میگن که منو یه ذره اگه اینطوری فکر می‌کردم میشه. میفهمم که بعد میگفتیم پارتنر یا میفهمم. کراش. یه ذره مثل دیوانه‌ها داریم جواب آره میدیم. آره. آخه من هنوز در قالب بچه‌ها آب نشدم. آره من هنوز نشستم. انجینم تو راه جای نیفتاده. بچه‌ها. وایسا. تعطیلات.
نه ولی سفر جزو جوابای پرتکرار بعد از 4 بوده. تابستان. نه. تعطیلی مدرسه. نه. مریضی معلم. برف که میاد. آخه نه. گرفتن کادو. گل. نه. جوجوی کوچولو. نه. جوجوی بزرگ. خروس. افتادن برگ‌های نه. پاییز، خشخشش زیر پاهام. نه. من و کوروش هم که نبودیم. کومان جواب سوم بود. آره دیگه چند بار میخوای منو تو رو توش بچپونی؟ کومان، عشق من و کوروش. کانال میاد. کانال میاد. پول. جواب 4 با 8% رای پوله. یس. من واقعا تو این بازی بهتر شدم. واقعا بهتر شدم. می‌بینی از بعد که 2 دفعه پشت سرم باختم، بیشتر دارم سعی میکنم توی مثلا اماکن عمومی و بچه‌ها صحبت کنم و بیشتر بیاد دستم که چه چیزایی دوست دارن چه چیزایی دوست ندارن. جواب پرتکرار دیگه گربه، عروسی و سفر بود. عروسی، گربه، سفر. خوب بود. داشتن لب‌های خیلی بزرگ تو چه کاری تو زندگی روزمره به دردت می‌خوره؟ ایمان چه اینقدر سری میزنی؟ برای لوله کردن لب. بوس. بوس جواب اوله با 71%. لب و لوله کن. سوت زدن. نه اتفاقا بدتره. سوت زدن خوب نیست؟ سوت زدن جواب 4 با 4%. دوستان من با لب بزرگ نمیتونی سوت بزنی. باید بتونی لب و قنچه کنی درست. خب با لب نه میگم چیزش بیشتر میشه. هوایی که میتونی باش. من اون تایگشی خوب در نمیاد. فهمیدم. خب تویی احساس میکنم اگه بخوام با نی چیزی رو مکش کنم ساکشن بهتری دارم. سیل بهتری دارم. مکش. دقیقاً جواب دوم با 12% رای مکش بود. نوکرتم. آیا هورت کشیدن هم حساب میشه؟ مثلا سوپو اینجوری هورت میکشی؟ اون در مکشه. اون با مکش هم با هم داره یکی میشه. برای فوت کردن نه. خدای لعنت بزرگ باشه فوت بیشتر میتونی نه کنی. فکرم نمیتونی باز. خب پس چه فایده‌ای داره؟ فقط میتونی بوس کنی مکش دیگه. مکشو بوس سیل کنی. برای جلب توجه هم خوبه دیگه. جذب یار. نه. خوردن غذای داغ شاید مثلا نسوزی. غذا خوردن. خوردن 7% جواب سوم بود. خوردن دیگه. غذا امتیاز رو میدم به ایمان. ممنون ازت. زودتر گفت. باش قبوله. آفرین بر تو این خوب بودی. تو این خوب بود. اگه میتونستی با حیوونا حرف بزنی اولین سوالی که میپرسیدی چی بود؟ بشینیم. جان؟ یعنی چی؟ با یه حیوان میتونم صحبت کنم بگم بشینیم دوره هم یه حالی بکنیم. آیا بشینیم جزء چیزای برتره؟ نه. دومیشی که میای خونمون مطمئنم میای بریم شهر بازی. آقا اولیسی که تو هم باشون حرف بزنم من راستش ازشون چیز میز میخواستم مثلا این کارو واسم بکن یعنی دستوری بود چیزا میشه ازشون حالشون نمیپرسم مثلا برو برام این کارو بکن. چیکار؟ چه میدونم مثلا برو مثلا کلاغه رو پیدا می‌کردم گفتم برو مثلا خبر بچین. کلاغه شنیدی میگن کلاغه اومد واقعا کلاغه واسم خبر میآوردن. بهش میگفتم که حالت خوبه؟ سلام. اولین چیز میگفتم سلام. اولین سوالی که میپرسیدی حالت خوبه؟ خوبی؟ خوشی؟ نه دیگه آروم باش بذار من فکر کنم. مثلا اگه اسب باشه بهش میگم پا رو بده بالا تمیز کنم. میدونی؟ سوال نیست که پا بده بالا این دوره میگه پا تو نه سوال. به نظرم بهترین سوالی که میتونی از یه حیوان بپرسی اینه که بشینیم. بابا نمیتونی دوباره بگی بشینیم یه بار گفتی بشینیم دیگه. گشنته؟ نه. غذا میخوری؟ نه. منو میخوری یعنی به من صدمه‌ای میزنی؟ آقا تو شیر رو ببینی ازش اول نمیپرسی داداش منو نمیخوای بخوری که. سلام. بود توی چیزا؟ نه. منو میخوری؟ خب منو دوست داری؟ تو راستای درستی هستی ولی دقیق اون چیزی که خب درش میارم بگو من بگم. قبلش هم نزدیک بودی. زن داری؟ مثلا یا بابا اینو بگیش بیرون از این حیوانای بدبخت. چرا اینجوری تو؟ آخه میگه نزدیک بشی دیگه بابا این سواله نه تو رو خدا رو شوک حیوان نمیتونم با تو حرف بزنم. زن داری؟ سینگلی؟ دختری؟ گشنته؟
نزدیکی. انسان‌ها رو دوست داری؟ جواب دوم اینه که نظر در مورد آدما چیه؟ خب این دیگه خدای اینه دیگه هم به هم. خدا رو شکر. ببین من آخر رسیدم. حیوان بودن چه حسی داره؟ نه. غذا چیه؟ چی دوست داری بخوری؟ جواب سوم با 15% رأی اینه که غذای مورد علاقه. من نگفتم اینو. یه چیز خیلی نزدیک گفتی، مثلا فلان چیز دوست داری؟ خیلی نزدیک فلان گفتم چیز خدا اینو، می‌خوری؟ ولی اشکال نداره. ممنونم. خیلی نزدیک گفتم. شبا کجا میخوابی؟ جزء جوابای پرتکراره ولی جزء 4 تای برتر نیست. میتونم سوارت شم؟ سوال منطقیه. نه آخه حیوانه دیگه، یه سواری به ما بده. اگه جوجه تیغی باشه نمیتونی. آره بس که حیوانه. آره بستگی به بستگی حیوانش. مثلا من دوست داشتم سواری. میای با هم دوست شیم؟ جواب چهارم با 6% رأی. با هم بیا دوست میشی؟ با هم دوست میشی. من بگم یه چیز ایده دارم. بگو. معنی زندگی چیه؟ شاید حیونا بدونم ما ندونیم. نه. خواستم خیلی نیچه رو داری میبینی یاد؟ نه شاید مثلا اونا یه چیزی با دنیا وصل فروید مثلا میدونن. نیستش، مثلا اسبه. جواب اول خیلی مختص حیوانات نیست احساس میکنم. واقعا یه چیزیه که وقتی یکی رو میبینی میگی. چه خبر؟ نه. چطوری؟ من چطوری گفته بودم؟ چطوری گفتی؟ سلام هم گفته بودم. بذار. ساعت اولین بار داری یکی رو میبینی. خوبی؟ کارت چیه؟ شغل تو به عنوان یک جوجه تیغی چیه؟ چه خبر؟ بابا 30 بار گفتی چه باشه. خبر، مطمئن. تو الان منو ببین، فکر کن اولین بار دفعه من دیدی. اول همو دیدیم. اسم چیه؟ آفرین. یس! جواب اول با 36% رأی. ما اسم حیوانه چیه؟ دیگه. نه دیگه اسم دارن دیگه. اسم داشته باشه. خیلی چرا ذهن زودتر نرسید اصلا. خیلی خوب. بچه‌ها ما رو قضاوت نکنین، اینور بشینی میفهمین خیلی سخته این خیلی کار. سخت‌تره. شما خودتون با تو خونه دارین بازی میکنین حتما میبینین خیلی سخته. ولی اگر میشستیم همه این سوالا رو بعدش میتونیم بپرسیم دیگه، راحت. آره اصلا. تو اول میگفتی بشین دختری یا نه؟ جوابای پرتکرار دیگه هم بود. چند سالته؟ شبا کجا میری؟ فوش بلدی؟ فوش بلدی؟ بلدی. بهش فوش یاد دادی. چند سالت هم خیلی منطقی بود بپرسین. یه خوراکی که اکثر مردم دوست دارن ولی خوشت نمیاد. برای من خراب بود آره، بگم من زودتر آره. زدم. شما بگو. سوپ. نه. خورشت بامیه. نه. خورش کرفس. نه. یه خوراکی که بقیه دوست دارن من دوست ندارم. اکثر مردم دوست دارن ولی تو خوشت نمیاد. خب سوپ و خورش کرفس اکثرا دوست ندارن. من دوست دارم ولی من برعکس فهمیدم. ولی تو خوشت نمیاد. انبه. نه. قهوه. جواب سوم با 14% رأی همون. قهوه است. پیتزای آناناس، پیتزای هوایی. نه اونم اکثرا دوست ندارن. اونم اونوره. برعکس چرا دیگه. دوست ندارن؟ اکثرا دوست ندارن دیگه. ما چیزی میگیم که معروفه. مثلا من خودم موز دوست ندارم. هست تو چیزا؟ نه. مثلا اونو اکثرا دوست دوست دارن. دارن. موزو همه دوست دارن. شکلات. نه. همون شکلات دیگه همه دوست دارن. میگو. نه. ماهی. جزء جوابای برتر هست ولی 4 تای اول نیست. پفک. جواب اول با 28% رأی پفک. خیلی دوست ندارن. کی دوست نداره؟ آدمای چیپس. عجیب. نه چیپس نه. همه دوست دارن. پفک ولی میدونم بعضی اصلا دوست ندارن. جفت جوابایی که موندن غذا هم. ماکارونی. نه. کله پاچه. جواب دوم با 24% رأی کله پاچه. کل اینو گرفتم. خوب داری میگی. کل اینو گرفتم. حلیم. نه. میدونم. من میتونم بگم؟ یا تو میخوای؟ تو یه دونه میخوای بگم من بگم. نه من سوشی. نه. خدا رو شکر. قیمه. نه. قرمه سبزی. قرمه قرمه سبزی جواب سبزی؟ چهارم با 7% رأی. مگه میشه؟ قرمه سبزی که دیگه بهترین غذاه. منم خیلی ناراحت کی شدم. دوست نداره؟ اصلا چرا میتونی غذا رو دوست نداشته باشی؟ من اولین بار دارم میشنوم اینو. پس- من تا حالا یه نفر رو ندیدم بگه من قرمه سبزی دوست بچه‌ها باید ندارم. تجدید ناراحت نظر کننده کنن. است. مثلا شینم مثلا میگه قیمه بیشتر دوست دارم ولی نه خیلی قرمه عجیبه. سبزی کنم به خاطر بویی که بدنت میگیره برای 3 روز بعدشه بچه‌ها. آره، میگن ولی دوست. خب بعضیا دوست خوشمزه ندارن است. ولی در حین خوردنش هیچی تنها میشه. باشی زیبا. یه با پیاز پیازم باریکلا بزن. باریکلا. زیبا. جوابای پرتکرار دیگه هم پاستیل، ماهی و بستنی بود. پاستیل ماهی بستنی. آره منطقی. بستنی؟ بستنی منم اونقدر دوست ندارم. یه چیزی که هیچ وقت نمیتونی وقتی پارتنرت میخواد بهش نبگی. هیچی نبگی. تو بگو. بستنی. جزء جوابای برتر هست ولی جزء 4 تا جواب برتر نیست. اگر پارتنر گفت یه بوس بده. جواب دوم با 26% رأی بوس.
بوسو میگه بعد بگی آره دیگه. بغل. بغل جواب اوله با 29 درصد رای. قشنگ. خوراکی بخواد. جواب چهارم با 9 درصد رای غذا. غذا. لباس تو سردش باشه، کت تو بخواد، یه هودی، یه تیشرتی. البسه. البسه. نه. جواب سوم یه ذره عجیبه. گردش. نه واقعا یه حرفیه که معنی نمیده. عجیبه. پول. نه اون خیلی معنا داره. بریکاپ. به هم زدن، جدایی. نه. فاصله. سینگل بودن. سینگلم. بچه ها جواب فهمیدم، ببخشید من اشتباه فهمیده چی بودم. شده نفهمیدم اصلا. الانم که توضیحی نفهمیدم. جوابشون این بوده که ما سینگلیم، مثلا پارتنر نداریم که بخوایم. من نفهمیدم. من فکرم اینو بگه، مثلا بگه من میخوام سینگل باشم. آها اون میگه نه. فهمیدم. بچه‌ها گفتن که کلا سینگل هم پارتنر من ندارن. نزدیکترین رو گفتم دیگه. به هر حال من یه اشاره‌ای به من به نظر جدایی هیچ داشتم. نداره بگیره، جدی هیچ کدوم درست نگفتی. جواب پرتکرار دیگه هم گل و بستنی و دیت بود. گل و قشنگ. بستنی و دیت. قشنگ. بریم بعدی. یه چیزی که بدن تو دوشک توش با هم شباهت داره. بدن تو چی من سوال اصلا متوجه نشدم. بدن بچه مشترک بدنت و دوشک. نرمیم جفتمون. جواب اول با 86 درصد رای نرم بودنه. جفتمون نرمیم. باریکلا. واقعا نمیشه. من و توشک جفتمون ضد آبیم. نه. دوشک ضد آبه؟ دوشک من هست. دوشک تو فقط تو دنیا ضد آبه. من هیچ دوشک ضد آبی تا ندیده بودم. جفتمون دوست داریم بخوابیم. دوشک دوست داره بخوابه. جفتمون دوست داریم افقی باشیم. نه. آخه این چه سوال دریوریه. میاد اصلا دوشک با آدم که نمیتونه چیز من و توشک نرم ارتجاعیه. رومون یه چیزی میکشیم. آره هم توشک روش یه چیزی آره میاد، هم آفرین رومن دیگه. آفرین. جالبه ولی نه. نه بچه‌ها دارن اشتباه جواب میدن. خب من از کجا بدونم چی دارن میگن؟ رو جفتمون میتونی بپری. بعد از 10 سال بعد عوضمون کرد. نه. جفت. یه سری صفت‌های خیلی ساده ایه. یعنی اونقدر پیچیده پهنیم. نیست. نه. گرمیم. آفرین. جواب سوم با 3 درصد رای. باریکلا. جوابایی که باقی موندن واقعا دور از انتظارن. سفیدیم. جواب دوم با 5 درصد رای. این دور از انتظار نیست واسه من. چون که من به بچه‌ها وصلم. جفتمون سفیدیم. درو. نه. قشنگ بود دورو. خوشم اومد. ما خیلی داریم خوب جواب میدیم. با به خدا خیلی جوابای خیلی قشنگ هوشمندانه گفتیم. بچه‌ها میتونستن بدن. روش میشه چیز کشید. آره. درویم نمیدونم روش میشه خوابید. نه یه چیز خیلی عجیبیه. بو خوشبو. آره. خوشبو. بو جواب چهارم با 2 درصد رای. بو جواب چهارم با 2 چه چیز رندومی. از کجا چجوری اینو حد زدی؟ بچه‌ها ازشون میخوام که برگردید به خودتون. الان شما خیلی ول کردید. جوابایی که دارید میدید جواب سوالش هم انقدر عجیب بود، جوابش هم عجیبه. اوه سوالامون خیلی عجیبه. سوالامون اصلا دیگه رد داده این سری. اگه میتونستی از بوی یه چیز غیر معمول عطر بسازی چی بود؟ بنزین. جواب دوم با 17 درصد رای بنزین. ممنونم از شما. آتیش سوختن چوب. نه. باورم نمیشه. باحال ترین بود. من عطر شما رو میخرم. دقیقاً. ممنونم از شما. چسب. نه. بوی نون تازه. جواب چهارم با 8 درصد رای. واقعا بهترین بوه. کوروش. نه. بوی بارون. جواب اول با 43 درصد رای. بارون. خیلی تو نم بارون. خدای خوشبوه بوی بارون. بوی عیدی. بوی گل. بوی کاغذ رنگی. هیچ از این ستا بود؟ نه خب. بوی خاک هست؟ نه ولی بارون و خاک یکیه. چون اون بوی خاکی هست که چیز میشه. خانم فاکس. خیر. من دوستش دارم. خانم فاکس رو؟ جان نه اون جوابی که باقی مونده رو من دوست دارم. بوی نون خامه ای. نه. قرمه سبزی. نه. چمن. نه. قهوه. نه. کتاب. آفرین. سومین جواب با 14 درصد رای کتاب. بله. جوابای دیگه هم بچه، خون و پارتنر بودن. بچه چی؟ خون. وای. بچه‌ها ومپایر باز شدن. آره. یه جمله‌ای که هم میشه به مامان بزرگت بگی هم پارتنرت. ایمان. نکرتم. نه. دوستت دارم.
منم شما چیز نکنید. نیست بقیه رو تو همه رو نوبتی رعایت میکردی؟ قربونت برم. دوستت دارم و قربونت برم جفتشون با هم مشترکن. جواب اولا با 57% رای. ممنونم که به من میگی. نه وایسا، تو یه دونه گفتی اشتباه گفتی نوبت من بود. من گفتم آخه نوکرتم و اینا همش یه منظور بود نه یعنی ابراز علاقه بود. اصلا دوش من این همه رو به تو ارفاق کردم، تو همین توی داشتی دستای پیش همینطوری مثل بلبل میگفتی پشت سر هم. من اول اجازه گرفتم قبل هدف گفتم. بعدش دیگه چیکار کنم؟ نصفش کن بین من و ایما. یه ماچ میدی؟ نه. بشینیم؟ نه. خوبی؟ میتونی. حالت خوبه؟ سلام. سلام. نه. داریم سه لوس میگیم. نه اشته درست هم بگیم. شب برنامه‌تون چیه؟ نه. دلم برات تنگ شده. جواب سوم با 8% رای. اوکی. بریم یه پری بخوریم. نه. دوره هم بریم. کلا تو برنامه کردن نیست. بریم خونه یه چای دوره هم بزنیم. میای خونمون جواب چهارمه با 4%. میای خونمون. منطقیه. منطقیه. آخه معمولا ما باید تو هم میتونی دعوت کنی دیگه. آره. چیزی که میشه جفتشون گفت. عجب دستپخت خوبی. نزدیکین ولی دقیق اون چیزی که بچه‌ها گفتن نیست. چه دستپخت خوبی. قربون دستپختت برم. اینو من گفتم. میمیرم برای دستپختت. همون موقع هم گفتم نزدیک بود. اینو میخواین امتیازشو بهش کی ندم ولی بگم. بگو چیه لطفا. خوشمزه بود. جواب دوم. اصلا معنی نداره چی خوشمزه بود. همینجوری یهو خوشمزه بود که نمیتونی به طرف بگی که مستعد داریم دستپخت غذات خوب بود خوشمزه بود. تو خوشمزه بودی یا غذا اصلا اون اصلا مشخص. خب همون میدونی اونو به یکی اصلا مشخص نبودین. بچه‌ها رد دادن. خب درست هم جواب این تقصیر ما نیست. خوشمزه بود کی برمیاد میگه به ما من گفتم دیگه. مامی هم جزء جواب. مامی؟ ماماسیتا. نه به پارتنرتون نگین مامی. دوست نداشتم. مامان بزرگتون نگین مامی. آره. نه به هیچ کی نگین بچه‌ها. کلا بیا این من فکر کنم ما باید تو دگنه‌اش با بچه‌ها صحبت. آره من احساس می‌کنم که بچه‌ها دارن به بیراهه. آره خیلی سنگین. ماماسیتا. مامان جون. مادر بزرگ. مامان جون. مامانی. مامی نه. من خیلی دوست داشتم مامان بزرگ داشته باشه. آخه ندارم. خدا بیامرزه. نمیدونم چی میتونستم بهشون بگم. بریم سوال بعدی. یه چیزی که همیشه موقع خواب میخوای کنارت باشه. بچه‌ها این اشتباهه ولی گوشی. خودم میذارم در ذهن بچه‌ها. جواب دوم با 35% رای گوشی. پارتنر. برو بابا. هست جزء جوابا ولی 4 تای برتر. آب. جواب سوم با 17%. ممنونم از شما. چراغ پاتختی. نه. یه دستمال کلینکس هم باشه دیگه. نه. شارژر گوشی. هست ولی 4 تای اول. من همش تو اقلیتام امروز. ساعت؟ نه. یه عروسک بغلش کنم. هست ولی جزء 4 تای اول. بابا مگه میشه همه چیزی که نبود من گفتم. چیزی که بغلت باشه. چیزی که هست دیگه. بالشت. آفرین. جواب اول با 37% رای. چه جواب لوسی. بالش خیلی خوبه. دیفالت نه بغلت یکی نه زیرت. بالش اضافه خیلی مهمه که بذاری لای دو پا. آخ. بری برای بغل خواب. آره. بغل خواب کنی خودتو بری برای دو پا. پتو. جواب چهارم. خب نه دیگه جواب لوس بالش پتو که هست دیگه. اضافه. چیزایی که من گفتم همه اون چیزایی که توی اضافه ها بود هست شد. بهتر بود چیزایی که من گفتم. خب بیا جمع امتیازامونو بگو. با 490 امتیاز کوروش برنده شد. بالاخره. ایمان 401 امتیاز. نزدیک بودی. یک دو جا لغزشی داشتی و باختی. شانس آوردی دیگه. سر چیز حیونا انقدر دیگه رد دادی اونجا فکر کنم باخت اصلی بود. من نمیدونم من با بچه‌ها این دفعه اصلا با من توی یک فرکانس نبودم. ولی من احساس میکنم خیلی باهاشون بودم ولی با این حال رو هم رفته بچه‌ها خیلی عجیب جواب دادن. میدونی؟ خب بچه‌ها امیدوارم که شما مثل ما امروز چیزای جدید یاد گرفته باشید. چی مثلا؟ در حقیقت ما چیزایی بیشتر یاد گرفتیم آقا ایمان. ما درباره بچه‌ها احساس می‌کنم چیزای خوبی یاد نگرفتیم. آره ولی یه پرده از بین پرده‌های بین اون دریده شده. من دیگه احساس می‌کنم ما به همین پرده نگهش داریم. یعنی الان فیس تو فیسیم یعنی اینجاییم. کامنت‌های بعد اینستاگرام یکی از کوماندا واسم داره میاره.
به قید قرعه انتخاب شده. سلام. بگیر ازش کامنت رو بگیر. من بگیرم؟ آره دیگه بگیر ازش. میخواد به شما. نه کامنت رو بگیر ازش. مرسی. بخور. من بخورم؟ بخور. خیلی سوترم. بای بای. لب بزرگ میدید در چی میخوره؟ سو میگن. سو کشیدن. دیدی؟ جان؟ سو شنیدی؟ آدم تو جوابام نیست.